یه تیرامیسوی تنبلی درست کنین، به شما یاد میدم. از این قهوه‌ای فوری برمی‌دارین، با آب جوش قاطیش می‌کنین. اگه دوست داشتین شیرین باشه بهش شکر یا استویا میزنین. من 2 تا قرص استویا توش انداختم. از این بیسکویت هم اگه داشته باشین عالی میشه. بهش میگن بیسکویت‌های لیدی فینگر. اگه ندارین از پتی بور استفاده کنین، هیچ اشکالی نداره. من درست کردم و خوشمزه شده. من این خامه رو دارم. شما اگه خامه قنادی دارین چه بهتر. اینا رو دونه دونه بردارین و بزنین توی این قهوه و بخوابونیدش اینجا. من حوصله ندارم. اینو برمی‌دارم و اینطوری میام می‌ریزم روی اینا. اینطوری. جوی خامه چقدر شله. اینو همین جوری دیگه ریختم این توش. بعد دوباره یه ردیف دیگه از این لیدی فینگرها رو میچینیم اینجا. همه چی به خوردش رفت. I promised خامه و قهوه زدم بهش. Again. و لایه چهارم و آخر. اگه شما از خامه قنادی استفاده میکنین این میونا خالی نمیمونه و حسابی پر و یه دست میشه. واسه همین میتونین در نهایت روش پودر قهوه، پودر شکلات یا پودر قند بپاشین که خیلی خوشمزه میشه. من هیچ کدومو ندارم، حتی از اینا که چای صاف کنم که باش پودر قند یا پودر شکلات بپاشم هم ندارم که بزنم. دستینا بعدم میذارینش توی یخچال. من چون عجله دارم و شب دیر وقته میخوام قهوه به موقع خوابم نکشه، گذاشتمش توی فریزر تا سریعتر ببنده و بتونم بخورمش. That's it.